مهندس قاسمی عزیز یه توضیح در مورد این نوردکاری کاراتون یه توضیح به ما بدین. نورد ورق 6 میله به قطر 4 متر. چون ورق 6 میل نازک و امکان داره لنگر بده، باید حتما توسط جره ثقیل سختی یا افتراق اینا انجام میشه. واقعا ما امکاناتشو نداشتیم. این خرپا رو دو طرفش درست کردیم با یه خرپا بالا که وزن ورق رو بگیره. حالا یه ایده بود، دوستان اگه خواستن میتونن استفاده کنن. ممنون.